سلام دوستای عزیز، شب روزتون بخیر. امیدوارم خوشحال و سر حال باشید. بچه‌ها امشب یک ماشین بار کردیم. البته از اینجا بار نکردیم، اینجا همچنان شلوغه. اون سالونی که بار کردیم حساب خلوت شده. یک کلیپ هم از اونجا گذاشتم، ویدیو کوتاه که خیلی خلوت شده که با اون بنده خدا صحبت میکنم. بچه‌ها حدوداً 48 روزشه مرغامون دیگه، همچنان میرسیم به آخر. دوستا لطفاً لایک بزنید دوباره جوجه جدیدمون بیاد. از جوجه ها براتون ویدیو میذارم دیگه، این دفعه از اول درست و دقیق. دونه بدونه کارام و حرکاتام اینا رو براتون به اشتراک بذارم که چه اتفاق میفته، چی کار میکنیم، جوجه رو چجوری خالی میکنیم، اینا همه اینا رو شب اول جوجه چی باید بدیم، چه اسپری بزنیم، یعنی واکسن اولیه رو، اینا رو همه رو براتون ویدیو میذارم. دوستا لطفاً لایک فراموش نکنید، سابسکرایب کنید، لایک کنید، صفحه ما رو به اشتراک بذارید. دوستا حتما زنگوله رو فشار بدید، دمتون گرم. همچنان خوشحال و خوشبخت باشین. براتون آرزوی خوب و خوشی میکنم. فعلا خداحافظ تا ویدیوی بعد.